تو این ویدیو قراره درباره پراپرتی فیلتر صحبت کنیم رفیق جان. بخدا اگر با این استایل ها آشنایی نداری تو ویدیو قبلی دربارهشون باهات صحبت کردم. اسپکت ریشیو و آبجکت فیت و آبجکت پوزیشن و اینا رو پروندهشون رو بستیم. هر چی باید میدونستی رو درباره اینا توی ویدیو قبلی میتونستی هر چی درباره اینا باید بدونی رو توی ویدیو قبلی بهت آموزش دادم. حالا میخوایم درباره همین تصویرمون، یعنی روی همین تصویرمون فیلترها رو باهات کار کنم. با فیلترها ما میتونم ظاهر این عکس رو با خود CSS تغییر بدم بدون اینکه از فتوشاپ استفاده کنم. یعنی چی؟ یعنی من میتونم بیام بگم این ایمیج من پراپرتی فیلتر رو داشته باشه. ببین خود فیلتر مقادیر زیادی داره: بلر، برایتنس، کنتراست، دراپ شادو، گری اسکیل، هیو روتیتو، همچین چیزای زیادی داره. از همین بلر ما شروع میکنیم. بلر یعنی تار کردن. قبلا هم بهش اشاره کردیم. مقدارش رو میتونی پیکسل بهش بدی. داخل پرانتز بلر مثلا من 5 پیکسل رو میذارم. نگاه، به اندازه 5 پیکسل تصویر من رو تار کرده. کجا کاربرد داره؟ مثلا شما میخوای بگی این تصویر به طور پیش‌فرض تار باشه مگر اینکه کاربر روش هاور کرده بوده باشه. قشنگ شد. یعنی من میتونم بیام بگم این ایمیج من 2 نقطه هاوره. وقتی روش هاور کردم مثلا فیلتر بلرش برابر باشه با 0. نگاه کن اینجا رو. من وقتی موس روش میبرم از حالت بلر بودن در میاد. یه فیلتر افکت قشنگیه. حالا اگه میخوای نرمتر عوض بشه میتونی بیا اینجا بهش ترانزیشن بدی، بگی روی تمام استایل ها در مدت زمان 0.3 ثانیه ایجاد بشه و حالا بیام اینجا. نگاه الان دیگه در جا فیلترش عوض نمیشه. حالا بهتره که اینا بیشتر کنم. نگاه الان موس روش میبرم آروم از حالت تار بودن در میاد. این از فیلتر بلر. حالا میام اینو کامنت میکنم. مقدار بعدی که این فیلتر داره برایتنسه. من برایتنسش رو به طور پیش‌فرض روی 1 میذارم. هیچ اتفاقی نمیفته. روی 0 میذارم. ببین سیاه شد. روی 2 میذارم. ببین روشن شد. برایتنس همچین کاری میکنه. تصویر رو خیلی بهش جان میبخشه اگر بالا باشه تعدادش. یعنی اگه رو 2 بذاری یه همچین اتفاقی میفته. من نمیدونم به طور تخصصی اسمش چی میشه. میاد اینجوری میکنتش. حالا تو میتونی به جای اینکه 0 و 1 و 2 بهش بدی از درصد هم استفاده کنی. مثلا من اینجا 100% رو بهش میدم. نگاه اگه از 100% رو به بالا برم، هرچی بالاتر برم یه روشنایی خاصی به عکسم میده. میبینی؟ من دارم توی اینسپکت اونجا دارم میبرمش بالا، هی داره رو به سفید شدن نزدیکتر میشه. ولی هرچی رو به 0 نزدیکتر باشه تصویر من تیره‌تر و تارتر میشه. با برایتنس میتونی همچین کاری بکنی. مقادیری که میگرفت 0 و 1 و 2 بود که تو میتونستی از 0% تا به بالا هم بهش بدی. فیلتر بعدی فیلتر کنتراست هست. من کنتراست رو بهش میدم. اینم دقیقاً مقادیر همون برایتنس رو میگیره. به طور پیش‌فرض روی 1 ست شده. نگاه من الان روی 1 هست. این میام از روی 1 تغییرش میدم روی 0. ببین یه حالت توسی رنگی به خودش میگیره. روی 2 میبرم یکم اینجوری میشه. الان دقیقا نمیدونم، میگم نمیفهم. یه اصطلاحات تخصصی فتوشاپی داره ولی من بلد نیستم که اسمش چیه. دیگه خورده نگیر به قرآن اگه خودت هم بدونی. اینم دقیقاً مثل همون برایتنس میتونه درصد بگیره. مثلا 100% بذاری اینجوری میشه. من میام این درصدش رو بیشتر میکنم. نگاه هرچی کنتراستش رو ببری بالاتر کنتراستش میره بالاتر و هرچی کنتراستش رو ببری پایینتر کنتراستش میاد پایینتر. به نظر من این بهترین تعریفی بود که تو میتونستی شنیده بوده باشی. فیلتر بعدی چیزی است به نام گری اسکیل، یعنی گسترش و شدت میزان گری بودن، توسی بودن. من فعلا این رو مثلا 0 میذارم. ببین هیچ تغییری ایجاد نشد. ولی میام اینو 1 میذارم. ببین عکس من رو میاد سیاه‌سفید میکنه. یکم تمش رو مثلا توسی رنگ میکنه، نقره‌ای رنگ میکنه. به این هم میتونی درصد بدی. 100% بذاری یه جورایی مقدارش مثل همون 1 میمونه. ولی هرچی این درصدش رو به پایین تر بیاد این عکسه به خودش جون میگیره، رنگش تازه تر میشه. فیلتر بعدی چیزی است به نام هیو روتیت. هیو روتیت میدونی چیه؟ یعنی چرخش رنگ. رنگا رو کلا میاد عوض میکنه. چه مقادیری رو میتونه بگیره؟ مقادیری بین 0 درجه تا 360 درجه.
حالا من میام اینجا میگم تو مثلا 100 درجه باش. ببین چه اتفاقی میفته. رنگ رو میاد عوض میکنه، یه حالت خاصی به رنگ میده. اینم دقیقا اسمش نمیدونم چی میشه، ولی نگاه کن من اگه اینو مثلا بیشتر کنم تفاوتاشو میبینی. رنگ حالتش میاد عوض میشه. دقت میکنی؟ حالا ببین یه چیزی بهت میگم، به هیچ کس نگو. اینو میخوام قاچاقی بهت یاد بدم. ترفندیه که هنوز بهش نرسیدیم، ولی من میخوام بهت بگم. آقا جان، من میام این ایمیجر رو چیکار میکنم؟ بهش یه دونه انیمیشن میدم. با انیمیشن ها کار نکردیم ها. ببین بهش میگم شما یه انیمیشن بگیر، اسم انیمیشنت مثلا چینج کالر باشه. انیمیشن در مدت زمان مثلا 3 ثانیه اتفاق بیفته، به صورت نامحدود تکرار بشه و هر بار به صورت نرم به حالت اولیش باز کرده، یعنی باز بگرده. من اینجا این انیمیشن رو به این ایمیج دادم، میخوام یه حرکتی بزنم. میام یه کی فریمز برای این انیمیشنش میسازم. اسمش چی بود؟ چینج کالر. میبینی انیمیشن چینج کالر رو بهش دادم. بهش میگم شما در 100% انیمیشنت مثلا فیلتر هیو روتیتت باشه 360 درجه. نگاه چه اتفاقی میفته. خدا وکیلی برو عشق کن. چقدر خفن شد. این یه عکس ثابت و ساده است. من اومدم با انیمیشن های CSS با استفاده از فیلتر هیو روتیت کاری کردم این بک‌گراندش، این رنگش عوض بشه. یه چرخش رنگی رو داخلش ایجاد کردم. خیلی خفن شد، خیلی خفن شد. بازم میگم اگر تو این انیمیشن ها رو نفهمیدی یا این کدا رو درک نمی‌کنی هیچ اشکالی نداره. ما درباره انیمیشن ها، حالا من قصد دارم یه پلیلیست جداگانه‌ای بسازم به طور کامل 0 تا 100 انیمیشن ها رو بهت آموزش میدم که چجوری از این کارها بکنی، چجوری یه سری انیمیشن های حرفه‌ای تری رو ایجاد کنی، چجوری یه سری انیمیشن های حرفه‌ای تری رو ایجاد کنی. صبوری بکن، دندون رو جگر بذار، پلیلیست اون هم به زودی ایجاد میشه. نمیدونم شاید الان که داری این ویدیو رو میبینی اون پلیلیست رو ایجاد کرده بوده باشم و ویدیوهاش هم گذاشته بوده باشم، ولی در حال حاضر که الان دارم با تو صحبت میکنم همچین اتفاقی نیفتاده و فعلا فقط قصدش رو دارم. دلم نمیاد اینو بهت نگم، دلم نمیاد. بچه خوبی هستی، دلم نمیاد بهت نگم. میخوام اینو بهت بگم. نگاه کن من اینجا یه باکسی دارم. میام چی میگم؟ میگم که آقا این باکس من عرض 500 پیکسل داشته باشه، ارتفاعش هم 500 پیکسل داشته باشه، یعنی 500 پیکسل باشه. میام میگم شما یه بک‌گراند داشته باش، بک‌گراندت از نوع لاینر گرادینت باشه. رنگ شما از رنگ رد شروع بشه، به سمت رنگ گرین بره و بعدش رنگش زرد بشه. نگاه به طور پیش‌فرض همچین باکسی رو ما الان ساختیم، گرادینت داره. من میام این انیمیشن رو روی این باکسی که بک‌گراند لاینر گرادینت داره ایجاد میکنم که این فیلتر هیو روتیشنش مدام عوض بشه. ببین چه اتفاقی میفته. همچین باکسی رو ساختیم. میگم اینا رو دارم قاچاقی بهت میگم، فعلا فقط بدون همچین کارهایی میتونی بکنی. توی قسمت انیمیشن ها بیشتر درباره‌اش صحبت میکنیم. همچنین تو به جای لاینر گرادینت میتونی بیای از رادیال گرادینت استفاده کنی. نگاه این حالت دایره‌ای اینجوری رنگش عوض میشه. خیلی خفنه. خدا وکیلی خیلی خفنه. آدم فقط دلش میخواد دستشو اینجوری بذاره اینجا تا صبح فقط نگاه کنه. لعنتی آرامش میده. خلاصه که رفیق جان با این انیمیشن ها تو همچین کاری رو میتونستی بکنی و این مثال رو هم برات زدم که بدونی این حرکت انیمیشن ها که با هیو روتیت میاد رنگ رو هی تغییر میده، یه طیف رنگی ایجاد میکنه، نه تنها که روی تصاویر بلکه روی یه باکسی که بک‌گراند رادیال گرادینت یا لاینر گرادینت داره هم میتونی ایجاد کنی. من حالا همه چیزو برگردوندم به حالت اولش. یه فیلتر دیگه ای داریم به نام اوپاسیتی. مثلا اوپاسیتی 7 دهم رو بهش میدم، به اندازه 7 دهم میاد تصویر من رو شفاف میکنه. یعنی هر چیزی که پشت این تصویر باشه میتونه مشخص باشه، میتونه معلوم بشه. مقدار اوپاسیتی رو تو از 0 تا 1 میتونی بذاری. حالا من میتونم بیام اینجا نیم بذارم، ببین نصفش رو شفاف میکنه. اگر 0 باشه کلا اصلا تصویر نشون داده نمیشه، اگر 1 باشه تصویر کامل نشون داده میشه. حالا من اینو میام روی همون 7 دهم میذارم، میخوام بهت ثابت کنم که هر چیزی پشتش باشه معلوم میشه.
مثلا من میام اینجا تگ h1 میسازم، میگم this is title. این الان متن معمولیه که زیر تصویر وجود داره. من میام توی CSS انتخابش میکنم، بهش پوزیشن ریلیتیو میدم تا با استفاده از تاپ و اینجور چیزا دقیقاً این رو پشت ایمیج بندازم. پس میام وقتی پوزیشن ریلیتیو دادم بهش میگم که شما از سمت بالا 200 پیکسل برو بالا، یعنی تاپ منفی 200 رو بهش میدم. الان روی تصویر افتاده، برای اینکه زیر تصویر ببرمش بهش زد ایندکس -1 رو میدم. نگاه الان افتاد پشت تصویر. درباره این زد ایندکس هم بهت بگم، این یه مقداری هست، یعنی یه پراپرتیه که فقط روی المنت هایی کار میکنه که پوزیشن غیر استاتیک داشته باشن. یعنی اگه به یه المنتی زد ایندکس دادی، خواستی که مثلا اون رو روی یک المنت دیگه بیاری، اولویتش بیشتر باشه، حتما اون المنت باید پوزیشن حالا یا ریلیتیو یا فیکس یا استیکی و اینجور چیزا داشته باشه. اگر دیدی زد ایندکست کار نکرد، به این دلیله که شاید پوزیشن نداشته بوده باشی. چرا حالا فقط روی پوزیشن ها کار میکنه؟ دلیلش اینه که تو وقتی از پوزیشن ها استفاده میکنی قابلیت این رو داری که المنت ها رو روی همدیگه یا حتی زیر همدیگه بندازی. وقتی المنت ها روی همدیگه و زیر همدیگه مثل توی این موقعیت بیفتن، اونجا ضروریه که تو با زد ایندکس مشخص کنی کدومشون روتر قرار بگیره و کدومشون زیرتر قرار بگیره. هرچی این عددشون بیشتر باشه، رو به مثبت باشه، بالاتر باشه، یعنی داری میگه اولویت اون بالاتر باشه، اون روتر قرار بگیره. حالا بگذاریم درباره اینا توی پروژه‌های قبلی صحبت کردیم. من زد ایندکس این رو -1 دادم تا زیر این عکس قرار بگیره، اولویتش کم بشه. نگاه کن، من به این تصویر اپاسیتی 17 رو دادم، این الان شفافه ولی متن رو از زیرش میبینم. اگه اپاسیتیش رو 1 بذارم، الان دیگه متن بی متن، الان دیگه متن رو نمیبینم. اما آقا منطقی نیست که تو به خاطر اپاسیتی دادن بیا از فیلتر استفاده کنی. خیلی ساده تر از خود اپاسیتی میتونی استفاده کنی. لازم نیست قبلش فیلتر بنویسی، مستقیما بنویس اپاسیتی 17. نگاه دوباره همون نتیجه رو میگیری. فیلتر بعدی فیلتری است به نام سچوریت یا سچوریشن، نمیدونم، سچوریت. اینا من سچوریت رو بهش میدم، اینا رو هم پاک کنم، به اینا نیاز ندارم. میگم که مثلا شما 100% باش، این درصد میگیره از 0% تا به بالا، عددم میگیره مثلا از 0 تا 2 تا 3، هر عددی که حالا بدی. من الان اومدم بهش 100% دادم، به طور پیش‌فرض سچوریت تصویر روی 100%. من این 100% رو بیشتر میکنم. به تصویر دقت کن، رنگاش زنده میشه، رنگاش خیلی شارپ میشه، تیز و برنده میشه. پس سچوریت میاد این کارو میکنه، یعنی سچوریشن تصویر رو میبره بالا. حالا من سچوریشنش رو روی 0 میذارم، نگاه اکثر اصلا اومد سیاه‌سفید کرد، اصلا زنده بودن و وایب مفرح رو از تصویر گرفت. فیلتر بعدی فیلتری است به نام دراپ شادو. قبل از اینکه دراپ شادو رو بهت بگم، میخوام اینو بهت بگم. ببین کاربرد اصلی دراپ شادو روی تصاویری هست که مثلا بک‌گراند ندارند. مثلا این شیره رو نگاه کن، این بک‌گراند نداره، پشتش ترانسپرنته، یعنی بک‌گراند ثابتی پشتش نیست، صرفا همین شیره است. همچین عکس هایی فرمت PNG دارن. تو اصلا داخل گوگل سرچ کن مثلا لاین این PNG یا مثلا کار این PNG، یه سری تصاویر رو بهت نشون میده، یه ماشین رو مثلا بهت نشون میده که بک‌گراند نداره. حالا امکان داره بعضی از تصاویر فرمتشون PNG باشه اما بک‌گراند داشته باشه، اما تو باید تصویر رو الان انتخاب کنی که بک‌گراند نداشته باشه و فرمتش حتما PNG باشه. اگرم فتوشاپ بلدی، که قشنگ الان من میفهمی من چی میگم، میتونی با فتوشاپ بک‌گراند یک تصویر رو کلا حذف کنی و فرمت PNGش رو دریافت کنی. چون که الان میخوایم با این تصویر چیکار کنیم، چیزی به نام دراپ شادو رو بهت آموزش بدم. ببین من میام این شیره رو داخل تصویرم، داخل سایتم نشون میدم. اینجا مثلا آلتش هم میذارم لاین کی به کیه. اینجا نگاه کن، من این شیره رو دارم میبینم، همونطور که میبینی بک‌گراند نداره. یعنی من میتونم بیام بگم این ایمیجه یه بک‌گراند قرمز رنگ داشته باشه. نگاه این پشت لنگوی شیر رو نگاه و پشت صحنه بک‌گراندش رو نگاه، این رنگی که داخل CSS دادم اومده اونجا نشسته. حالا من به این کاری ندارم. آقا جان یادت با یه چیزی به نام باکس شادو باهات کار کرده بودم؟ مثلا میگفتی در محور X ها هیچ
سایش فاصله ای نیفته، در محور وای ها هم سایش فاصله ای نیفته، میزان تار شدن سایش 10 پیکسل باشه و رنگ سایش هم از کد رنگی RGBA استفاده میکنیم 000 مثلا نیمه. ببین میاد اون باکس تصویر رو دورش روی سایه ای میندازه. این کاری است که باکس شادو انجام میده. اما من میخوام این تصویرم رو دور خود این شیره رو سایه بندازم. خیلی قشنگ شد. اینجا دیگه تو نباید بیای از باکس شادو استفاده کنی، تو باید از دراپ شادو استفاده کنی. اگه از باکس شادو استفاده کنی میاد به عنوان یک جعبه اون عکس رو در نظر میگیره، دقیقاً دور خود حاشیه های تصویر سایه نمیندازه. ولی این تصویر من چون که فرمت PNG هست و خودش بک‌گراند نداره، من میتونم بیام چیکار کنم؟ میتونم بیام بهش بگم شما یه فیلتر به خودت بگیر به نام دراپ شادو. دقیقاً مقدارش مثل باکس شادو میمونه. مثلا میگم در محور ایکس ها حرکت نکن، در محور وای هایم حرکت نکن، به اندازه 10 پیکسل تار بشو. RGBA رو بهش میدم 000 مثلا نیم باشه. ببین دور خود تصویر اومده اون سایه رو انداخته. حالا برای اینکه مشخص تر بشه من این رنگ تو چشمی رو بهش میدم. ببین اوپاسیتیش رو بیشتر بکنم، دور خود شیره اومده این سایه قرمز رو گذاشته. این کاری است که دراپ شادو انجام میده. این تفاوت دراپ شادو با خود باکس شادوه. حالا اگر میخوای سایش اینجوری نرم نباشه و انگار جوری باشه که دور خود شیره خط کشیده، این میزان تار شدن و بلر شدنش رو میتونی مثلا اینم بذاری 0. حالا اگه اینجا نتیجه ای رو نمیبینی به خاطر اینه که اون سایه دقیقاً پشت همین تصویر قرار گرفته. من بگم از محور افقی مثلا 10 پیکسل بیا به سمت راست، از وای ها هم 10 پیکسل بیا به سمت راست. ببین این سایه قرمز الان اینجا مشخص شده. یعنی تو میتونی حتی این سایه تیز رو دقیقاً پشت خود تصویر بندازی. حالا 10 پیکسل زیاده، من اینو 5 پیکسل میذارم، اینو هم 5 پیکسل میذارم، میاد همچین نتیجه‌ای رو به ما میده. نکته‌ای وجود داره که بهتر بهش توجه کنی. ببین فیلترهایی مثل بلر و دراپ شادو حقیقتاً یکم سنگینه، امکان داره سایت تو رو سنگین کنه. به خاطر همین با دقت ازش استفاده کن، هر جا ازش استفاده نکن. واقعاً اگر به خوشگلیش میارزه توی وبسایتت از دراپ شادو یا فیلتر بلر اون موقع استفاده کن. و نکته آخرتری هم که میخوام بهت بگم اینه که تو میتونی به صورت گروهی هم از این فیلترها استفاده کنی. یعنی تو به این تصویر در کنار دراپ شادویی که بهش دادی میخوای بهش مثلا سچوریت هم بدی، میای اینجا فاصله میندازی مینویسی سچوریت. نگاه کن اینجا مثلا تو میگی که سچوریتد باشه 250%. ببین هم اون دراپ شادو رو گرفته هم اون سچوریت رو به خودش گرفته. میتونی مثلا بیای اینجا بگی هیو روتیتت هم مثلا باشه 260 درجه. ببین میاد اون هیو روتیت رو هم به خودش میگیره. پس تو به صورت گروهی هم میتونی فقط با همین فاصله هایی که بین این مقادیرش میندازی ازشون استفاده کنی. اینو داشت یادم میرفت بهتون بگم. حالا تصویر من رو ندارید چون تصویر خودم رو قطع کردم. ما یه چیز دیگه ای داریم به نام بک دراپ فیلتر. این هم دقیقاً مثل فیلتر میمونه. هر مقداری که درباره این فیلتر یاد گرفتی مثل دراپ شادو، سچوریت، هیو روتیشن، برایتنس و کنتراست، این بک دراپ فیلتر هم دقیقاً همونا رو به خودش میگیره. فقط تفاوت بک دراپ فیلتر با فیلتر اینه که وقتی از فیلتر استفاده کنی اون افکت ها رو میاد به خود تصویر میده، به خود سوژه میده. اما اگر بیای از بک دراپ فیلتر استفاده کنی میاد اون فیلترها رو به المنت هایی که پشت تصویر هست میده. مثلا این طرحو نگاه کن، به همچین طرحهایی میگن طرحهای گلاسمورفیسم. همچین پروژه‌ای رو ان شاءالله با هم دیگه میزنیم یکم پیشرفت کنیم. این باکس نارنجی رنگ پشت این باکس وجود داره. نگاه خود اون باکس نارنجی رنگ از پشت یه حالتیه که انگار تار شده. این رو تو میتونی با بک دراپ فیلتر انجام بدی. یا مثلا این مثال، نگاه این آیتم هایی که پشت این باکس شیشه‌ای وجود داره،
اون که اومده همچین افکتی رو گرفته، ما با استفاده از بک‌دراپ فیلتر میتونیم روی اونها تأثیر بذاریم. اگه صرفا بیای از خود فیلتر معمولی استفاده کنی، اون افکت ها رو میاد به محتوای روی خود اون باکس میده، نه به پشت صحنش، نه به بک‌گراندش. پس توی ساختن همچین دیزاین هایی اونجا خیلی منطقیه که تو به جای فیلتر بیا از بک‌دراپ فیلتر استفاده کنی.